سلام. چطورید بچه ها؟ امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب و کیفتون کوک باشه. سهیل هستم و امروز میخوام در مورد سالی که گذشت با شما صحبت کنم. سال 2023. خوشبختانه سال خوبی رو پشت سر گذاشتم و ضمن تجربه های تلخ و شیرین کتاب های خوبی رو مطالعه کردم. امروز قصد دارم ضمن معرفی این عناوین شاخص‌ترینشون رو به شما پیشنهاد کنم تا اگر اونها رو مطالعه نکردید حتما در لیست مطالعه قرارشون بدید. در سالی که گذشت با دوستان جدیدی آشنا شدم. دوستانی که کمک میکنن زاویه دید جدیدی داشته باشم. همونطوری که تا 1-2 سال قبل به شدت به ادبیات روسیه علاقه‌مند بودم، همین دوستان جدید بودن که باعث شدن با ادبیات امریکا آشنا بشم. هیچ تفاوتی هم نمیکنه این وسط شمالی باشه یا لاتین. در ادبیات لاتین با استاد یوسا قرابت بیشتری داشتم و تونستم کتاب‌های خوبی رو ازش بخونم و بیشتر با قلمش آشنا بشم. و در ادبیات امریکای شمالی با آلیجنا فاکنر تجربه‌های بی‌نظیری داشتم. گفتم آشنایی با دوستان جدید. من تجربه همخوانی رو هم داشتم. دوستانی که من رو میشناسن میدونن معمولاً در گروه‌های همخوانی حضور ندارم و کلاً اهل همخوانی نیستم. اما با شقایق عزیز تونستم گورستان کتاب‌های فراموش شده که یک مجموعه چند جلدی از سافون هست همخوانی داشته باشم. تجربه بی‌نظیری بود. بسیار لذت بخش. و در اتاق شماره 6 با کتی، شیوا و همین شقایق عزیز تونستم خوشه‌های خشم از استاینبک رو همخوانی کنم. و البته امیدوارم در سال جدید بتونم با یکی از این عزیزان تجربه همخوانی جنگ آخر زمان از استاد یوسا رو داشته باشم. امروز قصد دارم شما رو همراه خودم کنم تا با یک سفری کوتاه یک میانبری بزنیم در مورد این کتاب‌ها بیشتر کندوکاش کنیم. به مانند اکثر شما در انتهای هر سال، همونطوری که سال گذشته در تاریخ 26 دسامبر نشستم و جمع‌بندی کردم سالی رو که گذشت، امروز میخوام ضمن جمع‌بندی اهداف جدید رو برای خودم ترسیم بکنم. فعلا با اهداف جدید کاری نداریم، اون رو میذاریم برای ویدیو بعد. اما در مورد اهدافی که سال گذشته برای امسال نوشته بودم صحبت میکنم و در انتهای این ویدیو بررسی میکنم که چقدر تونستم به اونها جامعه عمل بپوشونم. پس با من همراه باشید. در سالی که گذشت 81 کتاب مطالعه کردم. بین امسال و سال 2021 که اون رو دوران طلایی کتابخونی خودم میدونم، همچنان فاصله معناداری وجود داره. اما این تعداد کتاب رو 7 کتاب کودک، 5 ناداستان، 8 نمایشنامه، یک کتاب بدون کلمه و تصویری، 19 داستان کوتاه، 6 مجموعه داستان و همونطوری که قابل پیش بینی است و من یک رمانخون هستم 35 رمان تشکیل میدن. حالا قصد دارم به معرفی تک تک اونها در هر کدوم از این دسته‌بندی‌ها بپردازم. اولین دسته معرفی من کتاب‌های کودک هست. اینکه چرا کتاب کودک میخونم و چه حال و تجربه‌ای به من دست میده رو در این ویدیو نمیخوام با شما صحبت کنم و در آینده یه ویدیو میسازم حتما از تجربیات خودم بهتون میگم. اما فعلا به معرفی این 7 کتابی که در سالی که گذشت میپردازم. اولیش آن پایین چه خبر است. یک کتاب شیرین و دوست داشتنی با نقاشی‌های حال خوب کن. دومی راز قایق هاست. سومی پاندای بزرگ و اژدهای کوچکه. بعدی درخت آرزوها از فاکنر و سپس 3 کتاب از مجموعه دوری خیالباف. حالا ضمن معرفی اینا به 2 مورد میخوام بپردازم. یکی درخت آرزوهای فاکنر و دومی این مجموعه دوری خیالباف. اما دوری کیه؟ دوری دختر وورجک شیطون کوچولو و خیالبافه که مخلوق خانم ابی هنلانه. این یک مجموعه کتابه که تا این لحظه که این ویدیو رو ضبط میکنم 6 عنوان ازش منتشر شده. در ایران هم توسط نشر پرتغال که اکثرا توسط خانم آنایتا حضرتی ترجمه شده، چاپ و به بازار عرضه شده. یه تفاوت کوچیکی با عناوین اصلی داره، در ترجمه محتوا رو عرض نمی‌کنم. عناوینشون یه کوچولو تفاوت دارن ولی محتوا یکسانه و هیچ تفاوتی وجود نداره. من 3 از این عناوین رو امسال خوندم، 4می، 5می و 6می. یعنی به ترتیب دوری و بره سیاه کوچولو، دوری و دندان شیری و دوری پهلوان پنبه‌ای. تجربه بی‌نظیریه و من واقعا گم میشم تو دنیای دوری و خوندنش رو به شما هم پیشنهاد میکنم. و دیگری درخت آرزوها از فاکنره.
وقتی اسم فاکنر به میون میاد، نصف که چه عرض کنم، اکثریت مطلق چه خواننده های ایرانی چه خواننده های خارجی از هر نقطه ای از دنیا ناکوت میشن. من معتقدم همیشه و همه جا هم میگم کتاب سختی وجود نداره، اما بیاید اعتراف کنم، صادق با شما که خوندن فاکنر سخته. فاکنر واقعا خواننده ها رو دیوونه میکنه گاهی. اما چی شده که فاکنر اومده کتاب کودک نوشته، چنین نویسنده‌ای؟ فاکنر این کتاب رو جهت هدیه برای تولد 8 سالگی دختر دوستش، یه دختر کوچولویی به نام ویکتوریا، نوشته و در ابتدا هم تصویری در این کتاب وجود نداشت. بعدها توسط یک تصویرگر معروف امریکایی به تصویر نیز اضافه شد و یه حس خیلی خوبی داره. من پیشنهاد میکنم هم مجموعه دوری هم درخت آرزوها رو حتما یه سری بهش بزنید. حالا نوبت به نمایشنامه‌ها میرسه که تعدادشون 8 تا بود و اولیش چشم در برابر چشم غلامرضا ساعدیه. یه نمایشنامه به ظاهر ساده که عمق مفاهیمش زیاده. من تجربه تماشا یا دیدن آثاری که از روی این نمایشنامه ساخته شده رو نداشتم، اما خوندنش هم به خواننده غنای فکری و خوبی میده و بی ارزش نه تنها نیست، بلکه به نظر من باید خونده بشه. بعدی مرد بالشیه. من با مکدونا آشنایی نداشتم و هرچی هم الان فکر میکنم به ذهنم نمیرسه که چطور با این نمایشنامه و این نویسنده آشنا شدم، اما میدونم یک جایی توسط یک عزیزی معرفی شده بود و این باعث شد که برم سراغش ببینم اصلا مکدونا کیه. وقتی که خوندم متوجه شدم یه نمایشنامه در ایران اجرا شده که نوید محمدزاده و یه چند نفر از بازیگرای دیگه هم درش حضور داشتن که من در کانال هم فایل کتابش رو گذاشتم، همون نمایشنامه رو گذاشتم. هم خوندنش هم تجربه تماشاش واقعا بی‌نظیر بود و من امیدوارم بتونم نمایشنامه‌های بیشتری رو از مکدونا بخونم. نمایشنامه بعدی اوتلو اثر شکسپیره. خب شکسپیر نوشتهاش مثل یک شعره و نیاز به معرفی منم نداره. اسمش اونقدر سنگین هست که تریلی یدک نمیتونه بکشه و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بهتون بگم خوندم، بدم بغلی، شما هم بخونید بدید بغلی، همین. حالا ممکنه من از خیلیاتون دیرتر خونده باشمش، چون آثار شکسپیر رو من با هر کدوم از دوستان که صحبت میکنم پیشتر از من سالها پیش خوندن و فقط معرفیش کردم بهتون. نمایشنامه بعدی کرگدن اثر یوژین یونسکوه. من نمیشناختم نه نویسنده رو نه اصلا کتاب رو میشناختم. در یک کتاب دیگه بهش لینک شدم توسط نویسنده و یه تجربه خاص بود. ماهیت و هسته این کتاب مسخ شدنه و ما رو با مفاهیم و دنیای جدیدی آشنا میکنه که به نظرم ارزش به شدت خوندنی داره. یعنی وقت بذارید براش و با حوصله هم بخونید. ممکنه در ابتدا یه مقدار تا جا بیفته اذیت که نمیتونم بگم، یه مقدار وقتتون و حوصله‌تون رو سر ببره، ولی خیلی سریع جا میفته داستان و ازش لذت میبرید. دو نمایشنامه بعدی از اسکار وایلد هستن، اهمیت ارنست بودن و سالومه. این دو نمایشنامه رو خوندنشون رو از دوستان جدیدم به یادگار دارم. خب گفتم دوستان جدید، زوایای دید جدید و آشنایی‌های جدید و من ممنونم ازشون که به معرفی کردن. بازرس نمایشنامه بعدی که بهتون معرفی میکنم یه نمایشنامه‌ای که دقایق بسیاری لبخند به من هدیه داد، از خوندنش لذت بردم. من از گوگل چیزی نخونده بودم تا الان، نه رمان جدی نه اثر خاصی، فقط یک به خاطر دارم داستان کوتاهی به نام پورتره خونده بودم، اونم در قدیم، شاید 2-3 سال پیش که زیاد ادبیات روسیه رو دنبال می‌کردم. امیدوارم حداقل در سال جدید بتونم یه رمان خوب ازش بخونم و ازش لذت ببرم. اگر دلتون میخواد با خوندن یه نمایشنامه لبخند بهتون هدیه داده بشه، شک نکنید که میتونید یه انتخاب عالی داشته باشید. و آخرین نمایشنامه در این لیست، بالاخره این زندگی مال کیه؟ نمیدونم. بخونیدش شاید به جواب رسیدید. این نمایشنامه رو مهشید عزیز به من معرفی کرد و من نه نویسنده رو میشناختم نه خود نمایشنامه رو. جالب بود پیشنهادش، گفت که ممکنه این به زندگی تو بخوره. هسته اصلی نمایشنامه در مورد انتخابه. حالا انتخاب در مورد چی؟ اینکه هر جوری که هست این زندگی رو ادامه بدیم یا نه یه جایی مجبوریم همینو کاتش کنیم. بگید بس دیگه، این دیگه ارزش ادامه دادن نداره. به نظرم تجربه بسیار خوبیه و اگر نخوندیدش حتما برید سراغش. حالا نوبت به داستان‌های کوتاه میرسه که تعدادشون 19 تا بود. داستان کوتاه نوشتن کار هر کسی نیست. مهم نیست چقدر نویسنده بزرگ و بنام باشه. نویسنده‌های زیادی میشناسیم هممون که شاهکارهای بزرگی رو در زندگیشون خلق کردند، اما وقتی داستان کوتاهی ازشون میخونیم میگیم چه خبره اینجا؟ من که بهتر مینویسم، به یه بچه هم بدیم بهتر مینویسه.
کارش هم نمیشه کرد. و شاید اون فضای کمی که در اختیار نویسنده هست باعث میشه که یک نویسنده‌ای که رمان نویس خوبیه، قصه گوی خوبیه، وقتی میاد داستان کوتاه بنویسه نمیتونه حرفی که باید رو راحت بزنه. من اینجا قصد ندارم به معرفی تفصیلی بپردازم، فقط دونه دونه عناوین رو نام میبرم و با ریاکشن هایی مثل بهتون نشون میدم که چقدر دوستشون داشتم و چقدر ارزش دارن که خونده بشن. حمام ترکی، نشانه ها و سمبل ها از ناباکوف، آبجی خانم از صادق هدایت، کاروان اسلام از صادق هدایت، تپه هایی چون فیل های سفید از همینگوی، رویه های زمستان از فیتزجرالد، رستتیو، آتش سوزی انبار کاه از فاکنر، سپتامبر خشک از فاکنر، ترجیح میدم که نه، پوست نارنج از صمد بهرنگی، خورشید شامگاهی از فاکنر، یک گل سرخ برای امیلی از فاکنر، کتابخانه بابل از بورخس، مردگان از جیمز جویس، فرانی و زویی از سلینجر، عزیزم از چخوف، اوورکوت از گوگل، هنرمند گرسنگی از کافکا. و حالا فکر میکنم دیگه بدونید که کدوم رو میتونید بخونید و بهتره بخونید و ازشون لذت ببرید. حالا نوبت به معرفی مجموعه داستان‌های کوتاهی که خوندم میرسه که تعدادشون هم زیاد نیست، اما خب مجموعه‌های خوبی توشون بودن. سفر ناگذشتنی از غزالی علیزاده، نازنین و بوبوک از داستایوفسکی، خیمه شب‌بازی از صادق چوبک، دوبلینی ها از جیمز جویس، آبشوران از علی اشرف درویشیان و ایستگاه بعد قیطریه از مراد حسین عباسپور. در بین این 6 مجموعه که بهتون معرفی کردم، دوبلینی های جیمز جویس تافته جدا بافته است. این مجموعه شامل 15 داستان کوتاهه که دوران کودکی تا بزرگسالی جویس رو شامل میشه. قلم جویس در این مجموعه اون پیچیدگی های ادبی که ازش شنیدیم رو نداره. ساده است، میشه خوندش و به نظر من عمق شناختی رو که میتونیم از جویس داشته باشیم و نمیتونیم توی این مجموعه داستان ببینیم. اما برای کسی مثل من که هنوز به دنبال شاهکارش نرفتم و میدونم خوندنش حقیقتا سخته، تجربه خوبی بود که با قلمش بیشتر آشنا بشم، با زوایای فکری و دنیاش آشنا بشم که بتونم به زودی به سراغ شاهکار فراموش نشدنی اون که همه ازش صحبت میکنن برم. در این 15 داستان یه داستان کوتاه به نام مردگان وجود داره که معمولا ایرانی ها بیشتر اون رو میشناسن، چون یه داستان معروفه که من در لیست داستان‌های کوتاه هم ازش عنوان کردم و این باعث میشه که یک شناخت خوبی بهتون بده که دقیقاً بایستی چی بخونید ازش. من فکر میکنم ترجمه فارسی خوبی هم ازش باشه. من ترجمه فارسیشو هنوز نه تطبیق دادم نه بررسی کردم، ولی یه بررسی که میون ریویوهای بچه‌ها تو گودریدز انجام دادم کسی نارضایتی نداشت ازش، پس میتونید با خیال راحت بخونیدش و چیز خاصی هم نداشت که بگم سانسور داشته یا ممکنه سانسور شده باشه. با خیال راحت به سراغ ترجمهش برید، ولی حتما بخونیدش. نوبت به معرفی ناداستان ها میرسه که تعدادشون 5 تا بود و اولین اونها قدرت بی قدرتان هست. دقیقاً سال گذشته در اواخر سال بود که ما به خاطر تحولات اجتماعی که در ایران شاهد بودیم این کتاب به شدت میون جامعه کتابخوان و حتی اونهایی که کتابخوان نبودن دست به دست میشد و در یک مدت کوتاهی ترند شده بود. من این کتاب رو که خوندم اون چیزی رو ندیدم که به ایرانی سیاست اون حتی نزدیک باشه. متاسفانه درسته که کتاب‌ها یار مهربان و بی‌آزار هستند، اما کتاب‌ها گاهی میتونن به آدم‌ها زیان هم برسونن. چطوری؟
دوستانی بودند که نمیخوام نقدشون بکنم، ولی وقتی که کسی هست که کتابی رو میخونه و پس از خوندنش حس عالم بودن میگیره با یک کتاب، متاسفانه چنین کتابهایی بهشون زیان میرسونه. چنین اشخاصی فکر میکنن خب دیگه ما همه چیز رو میدونیم، در حالی که این کتاب میگم هیچ نزدیکی، حتی یک سر سوزن به جامعه ایران حتی نداشت. آنچه در بلوک شرق گذشته هیچ ارتباطی با ایران نداره، اصلا هیچ نزدیکی بین حاکمیت با اون حاکمیت وجود نداره و بنابراین خوندنش خوبه، اما من همچنان معتقدم در اون دوره برای اکثریت اون عوامی که این کتاب رو خوندن به شدت مضر بود. دومین کتاب شمال اثر دکتر سلین هست. خیلی این کتاب رو رمان میشناسن، اما اصلا رمان نیست. دومین عنوان از سگانه تبعید دکتر سلین هست و دوران دربدری او و همسرش در آلمان رو به ما آشنا میکنه. در این کتاب دکتر یه نوع بیوگرافی از خودش ارائه میکنه و ما خوندنش هم سخته، یعنی از نظر سختی نه اینکه از نظر پیچیدگی های ادبی عرض بکنم، یه مقدار آدم رو خسته میکنه، چون من کلا و ذاتاً آدم خوندن زندگی نامه و اینها نیستم و به خاطر همین با این که از آثاری مثل سفر به انتهای شب و مرگ قسطی ازش لذت بردم، اما از این کتاب یه مقدار خب سخت بود دیگه، همونطور که قصر به قصرش سخت بود از این مجموعه. در ایران این کتاب ترجمه شده اما نیمه و نیمه کار هم رها شده و جالب اینه شما اگه ترجمه فارسی رو خریداری میکنید و میخونید در انتها با یک جمله روبرو میشید، ادامه دارد و پس از گذشت سالها جالبه بدونید که ادامه نداشته، اصلا رها شده و بنابراین خرید و خوندن این کتاب با ترجمه فارسی اشتباه محضه. کتاب بعدی تاسیان هست، یک مجموعه شعر از پدربزرگ مهربان ابتهاج و امیدوارم یادش همیشه زنده باشه که هست. از خوندن این دفتر شعر لذت بردم، گاهی غمگینمون میکنه و اشک میریزیم، گاهی لبخند به روی لبمون میاره و گاهی از اون عشقی که برای ما روایت میکنه لذت میبریم. کتاب بعدی ایران بین دو انقلابه، یک کتاب به نظر من کم نظیر، اگه نگم بی نظیر، از دوران قاجار تا انقلاب 57 رو برای ما روایت میکنه. بله من هم معتقدم و من هم شنیدم به اندازه کافی و کاملا هم مشخصه، نیاز هم نیست کسی بگه که نویسنده آقای آبراهامیان کمی تا قسمتی ابری به سمت چپ قش میکنه و خب در اون دوره از زمانی که اینها فعالیت داشتن خب کم نبودند هنرمندان، سلبریتی ها، روشنفکرانی که به حزب توده قرابت بیشتری داشتن، اما هیچ اشکالی نداره. سرفصلایی که معرفی شده، اطلاعاتی که به ما میرسونه و همچنین منابعی که در اختیار ما میذاره به ما کمک میکنه تا اگر نسبت به جای علامت سوالی برای ما وجود داره بریم تحقیق بکنیم و نسبت به اون اطلاعات خودمون رو کامل بکنیم و قرار هم نیست ما با خوندن یک کتاب فاز عالم بودن به خودمون بگیریم. خب دقیقا همینه، باید کتاب رو بخونیم و اطلاعاتمون رو کاملتر بکنیم. به نظر من یه پیشنهاد خوبه و جوابهای خوبی به علامت سوالهایی که تو ذهن ما از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی و اصولا چه اتفاقی افتاد که انقلاب شد به ما میده. و نهایتا آخرین کتاب این دسته شناخت فاشیست از استاد اومبرتو اکوه، یک استاد فریخته که نیاز به معرفی من نداره و زمانی که شما دارید این کتاب رو میخونید احساس میکنید سر کلاس دانشگاه نشستید و یه درس 4 واحده تخصصی با استاد دارید پاس میکنید. این کتاب شامل هم شناخت فاشیست میشه و هم استاد دغدغه‌های خودش رو نسبت به ترس از ظهور مجدد فاشیست در خود کشورش و اروپا بیان میشه و به نظر من اون مفاهیمی که در اختیار ما میذاره خوندنش با ارزشه و من نسخه انگلیسیش رو مطالعه کردم و متوجه شدم اخیراً زمانی که همین قبل از اینکه این ویدیو رو ضبط کنم یک ترجمه فارسیش هم منتشر شده که به نظرم میتونید برید دنبالش پیداش کنید و بخونید و هیچ تردیدی نداشته باشید که خوندنش بهتون کمک میکنه. حالا قبل از اینکه به دسته آخر معرفی یعنی رمان‌ها برسم، معرفی یک کتاب الزامیه، کتابی که پیشتر گفتم بدون کلمه است و کاملا تصویریه. من تماشا و غرق شدن در اون رو مدیون شقایق عزیز هستم.
این کتاب داشتم میگفتم نوشته که نوشته نیست، بدون کلمه است و تصویریه و با هنرمندی آقای شانتن تهیه شده. او یک مهاجره که داستان یک مهاجرت رو روایت میکنه. این رو در کانال تلگرام من فایل کتاب رو قرار دادم. به نظر من تماشا و غرق شدنش نمیتونم بگم خالی از لطفه و نمیتونم بگم همتون ممکنه بهش علاقه‌مند بشید. من دوستش داشتم و اگر اهل تماشای عکس ها هستید یا تماشای چنین کتاب‌هایی، پیشنهاد میکنم حتما بهش سر بزنید. به نظر من کامل، بی‌نقص و درجه 1 و ممتاز بود. حتما بهش سر بزنید. به نام ارایول هست و ترجمه فارسی هم اگه بخوام بدم بهش یا بهش نسبت بدم رسیدن هست. خیلی خوبه، خیلی خوبه و حتما برید سراغش. و سرانجام دسته آخر رمان هاست، جایی که عاشق و شیفتهشون هستم. مثل داستانهای کوتاه نسبت بهشون ریاکشن نشون میدم و چند تا از آثار شاخص رو به تفصیل در موردشون کمی صحبت میکنم. خزان خودکامه از مارکز، مرگ یک پروانه از مهرداد محمدی، بوفکور از صادق هدایت، بادبادک باز اثر خالد حسینی، گور به گور از فاکنر، قصر از کافکا، فارنهایت 451، پیکر فرهاد اثر عباس آقای معروفی، آنک نام گل اثر استاد فریخته اومبرتو اکو، شرم از سلمان رشدی، اورلیا از ژرار دونروال، شرق بهشت از استاینبک، حریم از فاکنر، شب یک شب دو از فورسی، مجموعه گورستان کتاب‌های فراموش شده از سافون که شامل 4 تا رمانه. جمع‌بندی می‌کنم. کاندید اثری فلسفی از ولتر، خوشه‌های خشم از استاینبک، گفتگو در کاتدرال اثر استاد یوسا، آیات شیطانی از سلمان رشدی، کتابخواران از سانیدین، پناهگاه زمان اثر گیورگی گوسپدینوف، کتاب خنده و فراموشی اثر عالی جناب کندرا، مادراپور روبرمل، شهر و سگها استاد یوسا، اداره پست بوکوفسکی، برخیزه موسا فاکنر، جهالت کندرا، سبکی تحمل ناپذیر هستی از کندرا، هری پاتر و سنگ جادو، ابشالوم از فاکنر، هری پاتر و تالار اسرار، آواز پیامبر از پول لینچ و در نهایت هری پاتر و زندانی آزکابان. در بین این تعداد رمان‌هایی که معرفی کردم، عناوین شاخصی که از نظر من با ارزش هستن رو بهتون معرفی میکنم و قصد ندارم ریویو براشون ارائه بکنم، چون این ویدیو به اندازه کافی به نظرم داره طولانی میشه. اما حتما پیشنهاد میکنم اگر هنوز مطالعه نکردیدشون، حتما در لیست مطالعه قرارشون بدین. و اولین کتاب از این دسته بوفکوره. بوفکور صادق هدایت به نظر من شاخص‌ترین کتاب یا رمان از ادبیات فارسی است. امسال من برای بار دوم و پیش از خوندن کتاب پیکر فرهاد عباس آقای معروفی، چون این کتاب عباس آقا یه جورایی ابراز ارادت به صادق هدایت بود، من تصمیم گرفتم بازخونیش کنم
و قاطعانه میتونم بگم بدون هیچ تردیدی که اصلا دوست دارم هر سالی که میگذره یه بار دیگه بیام این کتاب رو بازخونی کنم، چون هر باری که میخونیم با زوایای جدیدی نسبت به افکار صادق هدایت آشنا میشیم. پس اگر نخوندیدش حتما برید سراغش. کتاب بعدی که معرفی میکنم گور به گور از فاکنر هست. عنوان مناسبی برای این کتاب نمیدونم و به خاطر همینم کمی توی ریویو خودم گلایه داشتم از نجف دریابندری، با اینکه مترجم محبوب من هم هست ولی دوست نداشتم این عنوان رو برای کتاب. ولی به هر حال در ایران این کتاب رو با این عنوان چون قدیمی هست میشناسند. اخیراً میدونم احمد اخوت این کتاب رو با عنوان دیگری ترجمه و به بازار عرضه کرده و پیشنهاد میکنم اگر نخوندیدش این رو هم بذارید تو لیست مطالعتون. قصر از کافکای عزیز و دوست داشتنی. کافکای نابغه است. متاسفانه این کتاب نیمه کاره رها شد، اما دنیایی که خلق کرد واقعا برای دوستداران کافکا بی‌نظیره و اگر دوستدار کافکا نیستید پیشنهاد میکنم نرید سراغش، چون نیمه رها شده من فکر میکنم باعث دلزدگیتون بشه. اما اگر از کافکا کتاب خوندید و دوست دارید بیشتر باهاش آشنا بشید میتونید برید سراغ این کتاب. آنک نابنگول از استاد اومبرتو اکو. من ایشون رو با این کتاب شناختم و یک کتاب بی‌نظیر. البته تو ایران اون کتابی که چاپ شده انقدر بد دسته، یعنی در قطع پالتویی اومده چاپ شده و حجم و یه مقدار تو دست گرفتنش هم سخته، اما یک کتاب بی‌نظیره که در قالب یک داستان این استاد اومده تاریخ مسیحیت رو در 700 سال پیش برای ما بازگو میکنه و ما سفری میکنیم به اون سال و در صومعه ها و کلیساهای اونجا زندگی میکنیم و رویدادهایی رو که اونجا به وقوع پیوسته مثل یک داستان میخونیمش و ازش لذت میبریم. تاریخی کتاب، ولی اونطور نیستش که برای امثالی مثل من که خوندن کتابای تاریخی براشون سخته آزاردهنده باشه. شک نکنید در خوندنش. کتاب بعدی شرق بهشت از استاینبکه. استاینبک یک قصه گو و داستان نویس مادرزاده، ولی این کتاب بهترین کتابیه که نوشته، کاملترین اونها هم هست و هیچ شکی در خوندنش نداشته باشید. بخونیدش، به دوستاتون هدیه بدید و در دنیایی که خلق کرده زندگی کنید. من واقعا نمیتونم از تمام ابعاد اون زیبایی ها، ظرافت ها و کمالی که تو این کتاب وجود داره رو وصف بکنم. واقعا زبان قاصره و فقط میتونم بگم بخونیدش، بخریدش، هدیه بدید به دوستاتون. گورستان کتاب‌های فراموش شده اثر صافون. بیشتر گفتم که با شقایق عزیز همخونیش کردم و این مجموعه همانند تمام مجموعه‌های رمان، اون کتاب‌هایی که چند جلدی هستن، فراز و نشیب‌های زیادی در خودش داره. با تمام نواقص، کم و کاستی‌ها، من نمیخوام بگم نواقص، اصلاح میکنم حرفمو، با تمام کم و کاستی‌هایی که وجود داره توش و با تمام فراز و نشیب‌هاش، یک تجربه بی‌نظیر بلند مدت رو به شما هدیه میده. انقدر این نویسنده تواناست، اصلا نباید فکرشو بکنید که این رمان انقدر طولانیه و نویسنده بی‌دلیل اومده کشش داده. تفاوت بسیاری وجود داره بین صافون و نویسنده های فرانسوی یا روسی که به تفصیل حرف میزنن، اتناب‌های زیادی رو در داستانشون دارن و خواننده رو آزار میده. حتما برید سراغش. گفتگو در کاتدرال اثر استاد یوسا. وقتی نام یوسا به میان میاد، ما خواننده ها کاری نمیتونیم انجام بدیم جز این که سر تعظیم فرود بیاریم به مقابل یکی از سلاطین ادبیات جهان. اگر تاکنون از یوسا چیزی نخوندین، اصلا پیشنهاد نمیکنم سراغ این کتابش برید. یک کتابیه به مانند تمام کتاب‌های دیگری که نوشته، از پیچیدگی‌های ادبی زیادی استفاده میکنه، تکنیک پس و پیش کردن زمان رو بسیار ازش بهره میگیره و یه مقدار ممکنه آزاردهنده باشه براتون. اما پیشنهاد میکنم اگر یوسا دوست هستید تا الان نخوندیدش، بذاریدش تو لیستتون، یا اگه نداریدش برید سراغ خریدنش. سبکی تحمل ناپذیر هستی. من شناخت کندرا رو از کتی به یادگار دارم و واقعا مدیونشم بابت معرفی این نویسنده و البته نویسنده های خوب دیگری هم به من معرفی کرده. من وقتی که نام یوسا کندرا و همچنین روبرت مل به میان میاد، واقعا ممنونم ازش. این نویسنده ها رو به من معرفی کرده و من رو با دنیاشون آشنا کرده. ما در کتاب کندرا با یک روایت خطی روبرو نیستیم و یه مقدار پس و پیش میکنه زمان رو، هم روایت رو میپیچونه، به ما تحویل میده. ولی یه پیشنهادی که بهتون دارم، پیشنهاد که نه، توصیه‌ای که بهتون میکنم، کتاب‌های کندرا ترجمه‌های فارسیش تقریبا نابود شده به خاطر سانسور
و اگر میتونید حتما به سراغ ترجمه‌های انگلیسی برید و اگر هم نمیتونید سعی کنید از دوستانی که کتابچه‌هایی تهیه کردن از قسمت‌های سانسور شده از اونها استفاده بکنید که حداقل بتونید محتوای کتاب و اون چیزی که نویسنده می‌خواسته بهتون بگه رو بیاموزید و حداقل درک خوبی داشته باشید از اون کتاب. و نهایتاً آواز پیامبر اثر پل لینچ که جدیداً همین تازگی جایزه ادبی بوکر رو برنده شده. من به طور مفصل به صورت انگلیسی و فارسی ریویوی کاملی براش نوشتم که میتونید در گودریدز برای خوندنش اقدام بکنید. نمیدونم هنوز ترجمه فارسی داره یا نه، قطعاً من فکر میکنم 99% نداشته باشه، اما اگه میتونید به انگلیسی بخونید. درسته ایشون ایرلندیه ولی سن و سال جوونی داره مثل ما، اونقدر وقتی میگیم ایرلندیه به یاد جیمز جویس نیفتید. میتونید بخونیدش اگه به انگلیسی کتاب میخونید و برید بخونید، اگه نه منتظر باشید که یه مترجم بیاد ترجمهش کنه که برید سراغش. حالا پس از معرفی کتاب ها میخوام به این بپردازم که به اهدافی که در سال 2023 داشتم و روزهای آخر سال قبل ترسیمش کرده بودم رسیدم یا نه. من 7 تا هدف برای خودم ترسیم کرده بودم که نوبتی اونا رو برمیشمرم و میگم چه کار کردم در این سال، آیا موفق شدم یا نه. اولین مورد اینا این بود که از سلمان رشدی بیشتر بخونم. من سال گذشته بچه‌های نیمه شب که یک شاهکار فراموش نشدنی ازش خونده بودم و دوست داشتم امسال بیشتر ازش بخونم. امسال شرم و آیات شیطانی رو ازش خوندم و خیلی خوشحالم با نویسنده‌ای خلاق و توانا آشنا شدم که تونستم در دنیاش غرق بشم. این دو کتاب به خوبی بچه‌های نیمه شب نبودند، اما من واقعا خوشحالم وقت گذاشتم برای این کتاب‌ها. دومین هدف من خوندن کتاب‌های بیشتری از استاد یالون بود. متاسفانه باید بگم نتونستم با اینکه برنامه‌ریزی کرده بودم هیچ کتاب دیگه‌ای از این استاد بخونم و به خودم در این قسمت نمره منفی میدم. سومین هدفم این بود با نویسنده‌هایی که در اون سال تازه باهاشون آشنا شده بودم در 23 بیشتر ازشون بخونم. در این قسمت به نظر من عالی عمل کردم. من با کندرا، استاینبک، شکسپیر، فاکنر آشنا شده بودم و خب و همین سلمان رشدی آشنا شده بودم و امسال تونستم کتابای خیلی زیادی بخونم ازشون و خب عالی بودم. چهارمین هدفم این بود که یه حمله بکنم به کتاب‌هایی که می‌خواستم بخونم، یعنی کتاب‌های در لیست انتظارم، و اونا رو مورد ویرایش جدی قرار بدم. این رو در همون روزهای ابتدایی سال انجام دادم و به کل باعث شد سیر مطالعاتی من، اون برنامه‌ای که برای سال جدید داشتم، کلاً تغییر بکنه و تصمیم دارم برای سال آینده هم همین کار رو انجام بدم، چون یه مقدار خط فکریم عوض شده و دوست دارم که تجربه‌های جدیدی داشته باشم. حالا در مورد سال جدید میگم در ویدئویی که در آینده نزدیک براش میسازم که اصلا میخوام بگم در 2024 قصد دارم چه کتابایی رو بخونم، اونجا بیشتر در موردش حرف میزنم. مورد پنجم شاید تکراری باشه، در مورد فاکنر و اینکه اون موردی که گفتم از نویسنده‌هایی که باهاشون آشنا شدم. خب من عاشق فاکنر شده بودم با خشم و هیاهوش و دوست داشتم کتابای بیشتری ازش بخونم و خب امسال حمله کردم به آثارش و تعداد زیادی کتاب ازش خوندم و یکی از نویسنده‌های به شدت محبوب من شد و قطعاً سال آینده هم همین برنامه رو دارم که باز بیشتر ازش بخونم. ششمین مورد نوشتن و آموزش نوشتن بود که من هدف گذاشته بودم کتاب‌هایی رو در مورد نوشتن بخونم و در کلاس‌های نویسندگی شرکت کنم. من چند کتاب خوندم در مورد نحوه ویراستاری، تکمیل نوشتن، آشنایی بیشتر با ادبیات فارسی، ولی در کلاس‌های نویسندگی شرکت نکردم. اما به هر حال نوشتن رو مشق کردم، تمرین کردم و این منجر به این شد که نهایتاً اولین رمان خودم رو به اضافه چند داستان کوتاه بنویسم که در قسمت بعدی در مورد نوشتن یکم بیشتر در موردش صحبت میکنم. و آخرین هدفم، همون هفتمین هدف، یادگیری ترجمه و خوندن در مورد ترجمه بود. اما من دیدم هیچ علاقه‌ای به ترجمه ندارم و خب میدونیم وقتی علاقه نباشه، حتی اگه شروع بکنیم و چند کار اولمون عالی هم در بیاد، در ادامه شروع و شوقی برای ادامه نمیمونه و من به جای اینکه بیام به کاری که علاقه ندارم بپردازم، ترجیح دادم وقتمو برای کارهایی بذارم که بهشون علاقه دارم. پس این مورد رو کلاً حذف کردم. حالا به بخش جذاب جنبندی و کارنامه میرسم که خیلی دوستش دارم. وقتی در مورد نویسنده ها، مترجم ها، کتاب ها، ناشرها و غیره من میرسم، یه مقدار معلم سختگیری میشم که واقعاً بیرحمانه بهشون نمره میدم. اما وقتی به خودم میرسم این سطح بیرحمی رو یه مقدار بالاتر میبرم و بیشترش میکنم.
اول کارم اگه دقت کرده باشید یه مقایسه خودم میدونم ناعادلانه با سال 2021 داشتم که اصلا دوست ندارم اینجا دیگه به کمیت بپردازم، ولی در زمینه کیفیت خب راضی بودم از خودم. نه اینقدر عالی بودم که به خودم 5 بدم در سالی که گذشت و نه اونقدر بد بودم یا معمولی بودم که بیام به 3 یا کمتر فکر کنم. اما نیازی نیست که بگم لطف دارم میکنم یا ارفاق میکنم. برای خودم نمره عادلانه رو 4 ستاره میدونم. در مورد نوشتن صحبت کردم. در سالی که گذشت 2 داستان کوتاه نوشتم که اولیش به نام ننه سرما اومده هست. داستانی بود برای من مبتدی ولی مشق نوشتن، و دومی که اثری جدی‌تر بود با الگوبرداری از سوم شخص کندرا به نام زن ناشناس که من اون رو واقعا دوستش دارم و به چند تا از دوستامم سپردم. بازخوردهای خوبی ازشون دریافت کردم و مهمترین کار من در نوشتن پیریزی رمان بازی خون بود. نوشتم و در فاصله زمانی مشخص 2 بار مورد بازنگری و ویرایش جزئی قرارش دادم و سپس به چند ناشر سپردم و ضمناً از چند دوست مورد اعتمادم خواهش کردم که اون رو بخونند. بازخوردهای خوبی ازشون دریافت کردم و متوجه شدم اشتباهات و نواقص کار من کجاست. تصمیم گرفتم به جای اینکه عجله در چاپش داشته باشم زمان به خودم بدم و در سال جدید اون رو به مورد بازنگری جدی قرار بدم و اصلاً از پایه اون رو مورد تغییر قرار بدم. و امیدوارم آخر کار چیزی بشه که حداقل قبل از اینکه بخوام به چاپ بسپرمش نظر و توجه خودم رو جلب کنه، چون تا زمانی که خودم ازش راضی نباشم قطعاً هیچ کس دیگری ازش راضی نخواهد بود. به عنوان حرف آخر صمیمانه ازتون تشکر میکنم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. این اولین ویدیوی بلند من در یوتیوبه و قطعاً کم و کاستی‌های زیادی درش وجود داره. ازتون خواهش میکنم در کامنت ها اگر پیشنهادی دارید که میتونه اینجا رو جای بهتری بکنه برای شما و سایر دوستان کتابخوانی که در یوتیوب هستند حتما با من در میون بذارید و اگر سوالی در مورد کتاب‌هایی که معرفی کردم داشتید هم بپرسید. اگر بلد بودم حتما بهتون جواب میدم. سال 2024 رو سالی براتون آرزو میکنم پر از کتاب‌های هیجان انگیز و پر از اتفاقات خوب براتون. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.